ما حدیث داریم که بهشت زیر پای مادرانه. این یعنی چی؟ یعنی یک مادر توانایی و قدرت این رو داره که بار تربیتی که میکنه باعث و بانی این بشه که فرزندش به سمت بهشت بره یا نره. تعبیری که من از این حدیث دارم اینه. از لحاظ فرهنگی هم ما هیچ محدودیتی نداریم. ما داشتیم زنانی که پا به پای مردان رفتن جنگیدن، حاکمیت رو داشتن. یه فردی ما به نام بانری داشتیم، جنگ شکست خورده رو تبدیل کرد به پیروزی. ما حاکمانی رو داشتیم که خیلی بهتر و بیشتر از آقایون تونستن حکومت بکنن. زنان ما یه مدتیه که کناره گرفتن از حضور در اجتماع، در حالی که ما هیچ مشکلی از لحاظ دینی و مذهبی با این قضیه نداریم. ممکنه یک کج فهمی هایی باشه، اما هیچ مانعی برای حضور خانم ها در صحنه های اجتماعی نیست. ما آیه حجاب رو داریم. به نظر من آیه حجاب خودش مجوز حضور زن در اجتماع هست. اگه قرار باشه که زن بشینه تو خونهش، اصلا نیازی نداره که حجاب داشته باشه. به قول معروف از کشت و کشتار تا کشت و کشتار زنان پا به پای مردان و گاهی حتی بالاتر بودن. اما این که ما در حال حاضر دچار رکود شدیم، به نظر من نیاز به کار کارشناسی داره. تو همه جای دنیا مشکلاتی که پیش روی بانوان هست خیلی بیشتر از آقایونه. کاریکاتوریستی یک تصویری ترسیم کرده بودن که خیلی جالب بود و البته خیلی هم تلخ بود. دو نفر، یه خانم و یه آقا رو نشون میدادن که خانم سوار یک دوچرخه‌ایه که چرخاش به جای اینکه گرد باشه مربع شکله، در حالی که آقا سوار یک دوچرخه عادی با چرخهای گرده. واقعیت اینه که نقش خانم ها خیلی میتونه بیشتر از آقایون باشه با توجه به اون وظیفه تربیتی که دارن. در رابطه با توسعه اگه بخوام صحبت بکنیم، توسعه چیزی جز فراهم کردن یک بستر برای رشد و تعالی انسان نیست. در واقع وظیفه‌ای که توسعه داره هم اینه که نیروسازی بکنه. اگه بخوایم به توسعه برسیم، این توسعه میتونه توسعه اقتصادی باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه. در هر زمینه‌ای اگه ما بخوایم به توسعه برسیم، راهی جز این نیست که زنان ما توانمند بشن. و این امر هم جز با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی راه دیگه‌ای نداره.